در یک اویله 7 نفر همه معیوب. چند فرزند دارم؟ 2 فرزند و باز در همه جا چند اویله زندگی میکنید؟ 3 اویله. شما الکتون چند فرزند داره؟ من 2 تا. الکتون چند فرزند داره؟ باز 2 خواهر دیگه تون؟ یا خلق شما 2 الکتون با بچه های الکتون رو نگاه میکنید. چند فرزند داره الکتون؟ Ayakam 2 فرزند دارد. اویله پدرم دارد. اپام 2 معیوب. 2 فرزند 4 فرزندی دارم. شما چطور؟ ای دست میام کلمی اگه کلمی کنید خورجگی در درآمد اگه هست درآمد روز یک شنبه برم اگه تاکسی بزنم که میگه که مترو کلی میشه خب همین چیزی که ما میانیم از طرف مهاجرای توجیک هست روسی هم در سون روی میگن بچهای توجیک مثلا 1000 روبل 500 هر کس هر خیلی کسی چند خزورش میرسن ما همه سوما جمع میکنیم و همه اویلایی که اینوری دورانی ازمان در مثلا خیلی اویلو دا یورده میکنیم خیلی از ما هم چیزا رو میفرونیم خلاف در که همون برادرهایی که مثال خیلی میکنیم دعا کنید که مثال خداوند ساخت سلامت به وطن بیایم و پیش پدر مادرشون مثلا خداوند درست روزشون عید از زیادتر کنم و عید از زیادتر خیر کنم انشاءالله در نمازا تو همیشه دعا کنید در خواهد خارجی هم همین را گفتن همین را گفتن اون شرک زنگ زده بود نه میگه در حقشون دعا که ما انشاءالله از میفرونیم برای به هر یک 3 اویله معیوبه به هر اویله ادینا 2 کپچه 10 کیلو اون 6 لیتر روغن 2 کیلو شکر 5 کیلو برنج مثلا هر کدومش ادینی بگیم من یک 60 کیلو ارد شوه اگر اون 6 کیلو 15 کیلو برنج میشه ادینی همش ده به هر اویله را ادینی مثلا ارویده برای هر اویله در پیغلی بچه ها دوکنن خیلی با یکون سومکی دیگه نمی هم از دکو در یکون سومکی دیگه مقصد در این تویستون آمده است همه دکو در همه این خانواده در بسیار کدامش که بسیار گشته میتونه کدامی چی کده میتونه چی بخرین خوب چی بخرین مقصد در قلبا دعا کنید این 200 تومان هم میگم از طرف مهاجرای همش از طرف هم بچه مهاجر من خدا جانم ما چیزا رو بسپرم میریم من اختار قناتی در خانه تو بشین
مالی گم نیست اکا جان انشاءالله باز مفروریم خیبه میریم خیروی کردگی شما خیروی کردگی مهاجرون رو خداوند در روش قبول بگرداند خداوند دکس به کارشان برکت بتیه صحت سلامت به نزد پدر و مادر فرزندانشان به سری بلند بیایم با بگوییم